من از اون آدمام که زود حوصله‌ام سر میره. حتی وقتی بچه بودم وسط بازی یهو میگفتم حوصله‌ام سر رفته. الانم از شنا کردن هر روزه یکم خسته شدم. نه اینکه شنا کردن بد باشه، فقط وقتی 100 بار یه کارو تکرار کنی یه روزی معمولی میشه. ولی اینجوری بودم که چطور ممکنه چیزی که انقدر خوشحالم میکرد حالا انقدر معمولی شده باشه. پس یه سرچ کوتاه کردم و فهمیدم که داستان از مغزه. وقتی یه کاری رو بارها انجام میدیم مغزمون بهش عادت میکنه و دیگه دوپامین اولیه ترشح نمیشه. همون دوپامینی که باعث میشه هیجان و انگیزه داشته باشیم. برای همینه که حتی کارهای مورد علاقمون هم بعد یه مدت معمولی و حوصله سربر میشن، چون دیگه دوپامینی نیست. برای همین تصمیم گرفتم امروز به جای شنا کردن یه چیز جدید امتحان کنم. دویدن. همون لحظه حس کردم دوباره اون هیجان برگشته. انگار مغزم فهمیده قراره یه ماجراجویی جدید شروع بشه. فهمیدم هر وقت حس کردم حوصله‌ام داره سر میره لازمه یه چیز جدید به زندگیم اضافه کنم. همون دوپامین، همون هیجان تازه باعث میشه دوباره زندگی پرشور شه. حتی انجام دادن کارهای دیگه هم لذت بخش باشه، مثل شنا. چرا میخندی؟ خیلی موجود موجا آروم شد الان. آره اونجا من داشتم میره قل 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 قل. همش 2 تا 3 تا میخورد. یعنی میمنم پاشم